اونو آدم میتونه. الله تبارک و تعالی نصیب ما بکنه. پیغمبر علیه السلام بعد از او میگه و یفعلون ما لا یؤمرون، انجام میده آن چیزی را که مامور به او نیستند. الله امر نکرده، پیغمبر امر نکرده، لیکن این مردم امو کارا را انجام میده. خود چیزی را که الله و پیغمبر امر کرده او را انجام نمیده. تهجد خیستن، آذان گفتن برای تهجد موجود است در سنت رسول الله. خو این مردم گاهی هم نمیکنه. عید در دشتا خوانده میشه با سیاسرا، خو این مردم او را عمل نمیکنه. خو لیکن میلاد و گنبز جور کردن و روز تعیین کردن به زیارت رفتن و بیرقا بالا کردن و طواف کردن در قبرها را این انجام میده. عرصها را به نام شیخا و مشایخ و علمای خود بدا میکنه، چیزی که الله و رسولش امر نکرده. چطور نمیشناسیم فرقه حق و باطله؟ پیغمبر صلی الله علیه و سلم به صحابه بیان میکنه و یفعلون ما لا یؤمرون، انجام میده او کارهایی را که مامور نیستن به انجام او کارها. در کدام جای پیغمبر حدیث بر ما گفته که ای مردم در لاسپیکر یکیتان بخیزی، یک چند دانه اشعار در مدح پیریتان بگویی، پیریتان به الله برابر بکنی، کامل و مکمل برش بگویی، قیوم زمان برش بگویی، عالم الغیب برش بگویی. در کدام حدیث و آیت بر ما و شما امی امر شده؟ بگوی. و دیگرایتان کلایتان قطع شور بده، رقص شروع بکنه، ساز در شینگ مسجد موجود باشه. در کدام قرآن و حدیث وجود داره؟ بگوی مردم چیزی را که الله و رسول امر نکرده یا انجام میده، چیزی را که الله و رسول امر نکرده او انجام میده. در کدام حدیث ختم خواجگان ثابت است؟ چرا ما از دین خود آگاهی نداریم؟ ما او شاگردی را که حدیث در مشکات بخونه، در باب الاعتصام بالکتاب و سنت بخونه، باز او کسی باشه که شاگرد گمراه بکنه که گمراه میتونه یا نه؟ خب ما مسلمان ها پشت دور دادیم به حدیث پیغمبر، مشکات نمیشناسیم، حدیث پیغمبر به عمر نمیشنویم دیگه. بله گرگای ظالم از هر طرف پیدا شده ما را شکار میکنه. ما خود چیزی را یاد نداریم. حدیث پیغمبر پیش ما قدر و منزلت نداره که رجوع بکنیم. پیغمبر چی میگه؟